نامزو یافت. فلک گردش زمین آرام زو یافت. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. در صحبت ما تقدم چندی از آیات قرآن کریم و احادیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قائد فضیلت یگانه پرستی و فضیلت یکه و یگانه اعتقاد کردن الله تعالی صحبت داشتیم. صحبت فعلی ما ادامه صحبت قبلی ما هست. واقعا مکملترین بنده ها از روی سعادت، مکملترین آنها از روی یگانه شماری هست. یگانه شماری و یگانه پرستی کدام انسانی که عظیمتر باشد و مستحکمتر باشد، البته عبادتی و خوشبختی او نیست مستحکمتر و عظیمتر است. الله سبحانه و تعالی به یگانگی خود شاهدها آورده است، گواه آورده است و این بزرگترین چیزی که پروردگار عالم شهادت داده است. یگانگی الله تعالی که از ما غیب هست ولی دلیل‌های عقلی و فطرتی برای ما بسیار معلوم هست که الله تعالی یگانه هست، که الله تعالی در قرآن کریم بسیار مثال‌های عقلی ذکر کرده است. از جمله پروردگار عالم میگوید که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر در این عالم دو خدا میشد عالم ویران میشد، آسمان ها و زمین ها بر هم میخوردند. اگر دو خدا میشد، وقتی که آسمان ها و زمین ها بر هم نخوردند، این دلالت میکند که خدا یگانه است. همین گونه فطرت و طبیعتی که الله تعالی انسان را در همان طبیعت آفرید میداند که او خالق دارد، پروردگار دارد و او یگانه است. لیکن پروردگار عالم برای ما شاهد ذکر کرده است که الله تعالی یگانه است. در سوره آل عمران الله تعالی میگوید که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. الله تعالی شاهد شد، فرشته ها شاهد شدند و اهل علم شاهد شدند که غیر الله تعالی دیگر معبود برحق نیست. و هو العزیز الحکیم، الله تعالی غالب است و صاحب حکمت بی اندازه است. در این آیت پروردگار عالم به یگانگی خود و به آنکه غیر او دیگر معبودی برحق نیست شهادت داد، گواهی داد. مگر از الله تعالی دیدن شاهدی راستگویتر هست؟ و من احسن من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا. کیست راستگویتر از الله تعالی؟ از الله تعالی دیگر راستگوی نیست. راستگویترین راستگویها الله تعالی است. میگوید که من شاهد هستم. ثانی فرشتگان کرام شاهد هستند که اونها لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشتگان الله تعالی را گناهکاری نمی‌کنند. از جمله گناه‌های عظیم دروغ گفتن است. شهادتی بر دروغ است. چون پیامبر علیه السلام روز در نزد کعبه در بیت الله الحرام تکیه کرده نشسته بودند که چند مردها آمده پرسیدند که یا رسول الله عظیمترین گناه‌ها را برای ما خبر ده. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الشرک بالله، شریک آوردن به الله تعالی، و السحر، سحر و جادو، و عقوق الوالدین، عاق شدن به پدر و مادر. ثانی در چهارمینش میگفت که و کان متکئا فجلس وقام. تا این دم پیامبر علیه السلام تکیه کرده نشسته بود. فجلس، از جایشان خیستند. ثانی گفتند که الا و قول الزور و شهادت الزور.
سخن دروغ و شهادتی بر دروغ، سخن دروغ و شهادتی بر دروغ، سخن دروغ و شهادتی بر دروغ. فما زال یکررها حتی قام علیه مسلم. پیغمبر علیه السلام نمی‌دونه که سه گناه عظیم‌تر از دروغ را ذکر کرده: شرک آوردن به خدا، سحرگر و جادوگر را مشغول شدن، حقوق پدر و مادر را تکیه کرده بود. وقتی که سخن دروغ و شهادتی بر دروغ که آمد از جایشان خستند. ثانی همیشه تکرار میکردن سخن دروغ، شهادت دروغ، سخن دروغ، شهادت دروغ. حتی ما در داخل دلها گفتیم که لیته سکت، کاش که پیغمبر ما بس میکردیم. ببینید چقدر شهادت دادن بر چیزی که نمیدانید گناه عظیم است. و ما شهیدنا الا بما علمنا. در سوره یوسف برادران یوسف میگه ما شاهد نشدیم مگر با آن چیزی که با چشمانمون دیدیم. بنابراین فرشتگان خدا در سوره تحریم برای دروغ گفتن آنها و اطاعت فرمودن آنها و گناه نکردن آنها شهادت داد که فرشتگان گناهکاری نمیکنند و همیشه در طاعت خدا هستند. و یگانگی الله تعالی بعد الله تعالی فرشتگان کرام شهادت دادند که الله تعالی اولوالعلم این مرتبه بلند انسانیت است. صاحب علمان، علماها، آنهایی که خدا برای آنها علم شرعی داده است، آنها هم شهادت میدهند که غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست. در اینجا پروردگار به شهادت خودش، شهادت فرشته‌ها و علمای اسلام را قرینه و همسایه ذکر کرد. و اولین وظیفه پیغمبرها و خلاصه پیغمبرها این دعوت کردن مردم به یگانه پرستی بود. الله تعالی میگوید که و ما ارسلنا من قبلک من رسول، ما از پیش یگان پیغمبر نفرستانیدیم مگر الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. برای پیغمبر وحی میدادیم، خبر میدادیم که برای مردم بگوید که لا اله نیست معبودی بر حق، نیست خدای بر حق غیر الله تعالی، پس یگانه او را عبادت بکنید، یگانه از او یاری بپرسید، یگانه سری تعظیم و سری خاکساری پیشگاه او بیاره، همیشه اطاعت سخن پروردگار همه وقت باید اطاعت کرده شد. یعنی الله تعالی خطا سخن نمیکند یا در بالای غضب سخن نمیکند یا فراموش نمیکند که از الله تعالی سخن نادرست درآید. بنابراین همیشه سخن پروردگار قابل قبول و واجب کننده اطاعت آن است. و پروردگار عالم متقدم دینها را نیز برای ما بیان کرد که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اون یهود و نصارا و متقدم امت‌هایی که از امت اسلام پیش آمده بودند آنها هم امر نشدند مگر تا عبادت کنند یگانه الله تعالی را و به الله تعالی چیزی را شریک نگیرند. مخلصین له الدین، خالص الله تعالی را عبادت کنند، یگان عمل دینی را برای رازگی غیر الله تعالی نکنند. این خبری پروردگار در عمل و در آن فرمانهایی که به امت‌های متقدم داده بود برای ما خبر داد که آنها هم وظیفه‌شان فقط الله تعالی را یگانه پرستی کنند. بنابراین پروردگار عالم موسی علیه السلام را به صحبت کردن همراهی الله تعالی فریاد کرد، دعوت و تکلیف نمود. حضرت موسی لقبشان کلیم الله است، شخصیتی که الله تعالی با موسی بی‌واسطه صحبت کرده است. با پیغمبر ما نیست بی‌واسطه صحبت کرده است، ولی پیغمبر علیه السلام حضرت محمد علیه السلام پیغمبر خصوصیت‌های زیاد دارد. هر یک پیغمبر اگر یک خصوصیت داشته باشد همون خصوصیت در پیغمبر ما بیشتر از خصوصیت این هست. یعنی الله تعالی اگر ابراهیم علیه السلام را از بین آتش صحت سلامت برآورده باشد پیغمبر ما را خیر نکرد ولی یکی از امتانشان از بین آتش صحت سلامت برآورد. این با قوت ثابت شد. امت پیغمبر برابر ابراهیم شدنش این با قوت است. حضرت موسی معجزه‌شان همین بود که از بین سنگ‌ها آب می‌برد. اگر با عصاشون سنگ بزنن سنگ می‌گیره آب می‌برد. این یکان جایی اینقدر عجایباتش کمتر است، لیکن
پیامبر علیه السلام اگر انگشتان خود را با آب در آورده گیرند همیشه آب جاری شده میگیم از نوعی انگشتانشان مردم‌های زیاد تهاوت کرده بود. از بین سنگ آب برآمدن اینقدر عجیب نیست، لیکن از بین گوشت و استخوان و خون برآمدن آب این جای عجیب است. بنابراین الله تعالی با موسی سخن کرده که هست این یک خصوصیت حضرت موسی باشد، یک خصوصیتی مشهورترین حضرت موسی با همین شهرت یافت. موسی کلیم الله منهم من کلم الله. خدا میگه که بعضی پیامبرها هستند که الله تعالی به واسطه با همراه اون پیامبر سخن کرده است. از جمله حضرت موسی. الله تعالی حضرت موسی را دعوت کرد که به کوه طور سینا که الان واقع در کشور مصر هست دعوت کرد که بیاید. حضرت موسی هارون را جاینشین خود کرده دادرشان را و با خوری همراه پروردگار رفتند. در آنجا وقتی که رفتن الله تعالی یا موسی ای موسی انک بالوادی المقدس طوی، تو در وادی مقدس طوی قرار داری، فخلع نعلیک، پایافزار خود را بکش. آدابی فعلی پایافزار خود را بکش در جای مقدس است. واستمع لما یوحی، با آن چیزی که به تو الان گفته می شود با دقت گوش کن. این آدابی دومین آداب. ببینید پیش از آن که خدا بزرگترین سخن الله تعالی با موسی جبرائیل را میفرستاد. هر یک خبر خدا را فرشته جبرائیل میآورد. لیکن این روز پروردگار عالم خودش به واسطه به موسی سخن کرده نیست، به واسطه فرشته. این دلالت می‌دهد یک سخنی مهم می‌دارد خدا. همین خیلی به واسطه خودش جیغ زده پروردگار عالم صحبت می‌کرد. حالا که الله تعالی می‌تواند در کجایی که موسی باشد سخن خودش رساند. پیش از آن که سخن خودش اول باید آداب رو تعلیم کند. بنابراین بعضی پیرانسال‌ها میگن که اول آداب ثانی علم. واقعاً پیش از آن که خدا مهمترین سخن میگوید اول باید ذات کش این جای مقدس است. ثانی بود که با آن چیزی که الان به تو گفته می‌شود با دقت گوش کن، چون سخن خدا وقتی که گفته می‌شود انسان پریشان خاطر مشغولیت با تلفن‌های خود، مشغولیت با سخن کردن با همسایه خود، این عمل زشت است. بنابراین خدا پیشگی پیغمبر خود را تاکید کرد که با آن چیزی که الان به تو گفته می‌شود گوش کن. ثانی خدا چی گفت؟ اننی انا الله، من الله هستم. لا اله الا انا، غیر من دیگر خدا نیست. فاعبدنی، من عبادت هستم. تمام. برای همین الله تعالی موسی اجازه داد. لا اله الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاة لذکری. من یگانه شما، غیر من دیگر معبودی بر حق نیست. من الله هستم، غیر من دیگر خدایی نیست. و اقیم الصلاة لذکری، نماز را برپا دار برای یاد آوردن من. چون 5 مراتب انسان وقتی که نماز میگذارد مناجات با همراهی پروردگار میکند، الله تعالی را فراموش نمیکند. این پروردگار عالم این سخنها بسیار به موسی آمدگی است با واسطه جبرائیل، لیکن علاهیده تکلیف نموده به واسطه سخن الله تعالی را موسی خودشان شنیدند و همین سخن را گفتن پروردگار با مهم بودنی یگانه پرستیدن، مهم بودنی اعتقاد کردن به یگانگی الله تعالی می‌کند. بنابراین پیامبر علیه السلام گفت که الایمان بضع و ستون و فی روایت 130 شعبه، ایمان 70 و چند شاخه دارد، شاخه‌های زیاد دارد. فاعلاها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذى عن الطریق. بلندترین قله ایمان قول لا اله الا الله، سخن لا اله الا الله، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق. پایان‌ترین شاخه‌های ایمان دور کردن اذیت از راه است. خواب یک چیزی که سنگ اذیتی راه گذرها می شود، همون چیز از راه دور کردن این شاخه‌های ایمان است. دلالت به مؤمن بودنی که انسان می‌کند و افلاسی‌های پرتوها به کوچه‌ها نپرتافتن. اماطة الاذى عن الطریق، دور کردن اذیت از راه است. هر چیزی که مردم را اذیت می‌دهد، همون چیز را از راه دور کردن شاخه‌های ایمان است. ولی بلندترین شاخه‌های ایمان لا اله الا الله است، غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق است.
السلام در آن حدیثی که امام مسلم روایت کردن بشارت دادن شخصیتی که واقعا محقق تحقیق کننده یگانه پرست در حقیقت یگانه پرست است و اینکه حشر در جهنم برای او باز است. پیامبر علیه السلام گفتند که کدام انسانی که طهارت کند ثانی طهارتش را مکمل کند همه آداب و فرض و سنت‌های آن را به جا بیارد خوشرو چهره که پیامبر صلی الله علیه و آله کرد طهارت بکند ثانی گوید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله شهادت میدهم که غیر الله دیگر معبودی بر حق نیست او یگانه است شریک ندارد و شهادت میدهم که جناب رسول الله محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خدا نماینده خدا پیغمبر خدا هستند گوید الا فتحت له ابواب الجنه ثمانیه مگر هم 8 در جنت برای او گشوده میشه. اکنون اینجا ببینید دو عمل را ذکر کردن یکی مکمل کردن طهارت دیگری گفتن کلمه شهادت. هیچگاه با یک طهارت مکمل انسان وارد جنت نمیشه. در اینجا اساس دویمین عمل است بعد مکمل کردن طهارت گفتن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله سببی 8 در جنت برای اون بنده گشوده شده. برای چی؟ برای کلمه های عظیم است، کلمه هایی که اگر بر بالای آسمان و زمین افتد آسمان و زمین از بین میبرد. ببینید و پیامبر علیه السلام گفتن کسی 33 مراتب سبحان الله بگوید بعد نماز فرض 33 مراتب الحمدلله بگوید 33 مراتب الله اکبر بگوید ثانی 99 میشه. در تمام 99 برای مکمل شدن صف لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و علی کل شیء قدیر گوید تمام گناهش بخشیده میشد اگرچه مثل کفک دریا باشد کفک بحر باشد. کفک بحر در حالت تلاطم آب و موج آب کف تولد میشه پیدا میشه اون کف پیدا شدن نمیکند. اگر همین کلمه ها را گوید و 99 مراتب سبحان الله الحمدلله الله اکبر و ثانی مکمل کردن اینه لا اله الا الله غیر الله تعالی دیگر معبودی بر حق نیست وحده او یگانه است لا شریک له شریک ندارد له الملک ملک از آن خدا است حمد از آن خدا است و علی کل شیء قدیر الله تعالی بر همه کار قادر است و تمام گناهش بخشیده میشه. این به سبب این کلمه‌های عظیم این کلمه‌های بزرگ است. بنابراین حضرت معاذ روز ردیف جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در چارپا بود. پیامبر علیه السلام در پیش حضرت معاذ در پشت پیامبر علیه السلام نشسته بودند. پیامبر گفت یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله؟ ای معاذ آیا میدانی حق الله تعالی بر ذمه مردم چی است؟ آیا میدانی که حق الله تعالی بر ذمه مردم چی است و حق مردم بر ذمه الله تعالی چی است؟ حضرت معاذ گفتند که الله و رسوله اعلم الله تعالی و پیامبرش داناتر است. 3 مراتب پیامبر سوال داد میدانی که حق الله تعالی چی است و حق بنده علیه الله یعنی بر ذمه الله تعالی چی است؟ الله تعالی و رسولش داناتر است. پیامبر گفتند که حق الله علی عباده ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله تعالی بر ذمه مردم بر گردن مردم این است که الله تعالی را یگانه اعتقاد کنند و به الله تعالی چیزی را شریک نمانند. و حق العباد علی الله اما حق بنده ها بر ذمه الله تعالی چیست؟ حق بنده ها بر ذمه الله تعالی که الله یعذبهم اگر شریک نبیارند خدای یگانش کنند حق بنده ها بر ذمه الله تعالی همین است که عذاب ندهد. بنده ها را عذاب ندهد اگر این کار کنند. از این دیگه فضیلت نیست. به سبب اینکه یگانه خدا را عبادت میکنید و برای چیزی رو شریک نمی‌آورید خدا حق دارد که شما را عذاب ندهد. ثانی حضرت معاذ گفت افلا ابشر الناس یا رسول الله من رفتم مردم خوش خبر دهم که همه این ثوابها ان شاء الله وارد جنت میشن چون اونها شریک نمی‌آوردند. آنها قزمانچال نداشتند، آنها قلمفور نداشتند، آنها تقی اسب نداشتند، آنها به هر چیز اعتقاد نمی‌کردند به استوانان دیگر و فاوین و جادوگر. بنابراین یا رسول الله افلا ابشر الناس آیا من رفتم مردم خوش خبر ندهم؟ لا تبشرهم فیتکلوا بشارت ندهید با تکیه نکنند. ما خدا پرست بودیم یگانه پرست بودیم دیگر
باقی مانده عملهای اسلام سنی بی اهمیتی نکنند. مثلا با چهره گشاد در وقت سلام علیک معامله کردن دو مسلمان صدقه است. مثلا تبسمک فی وجه اخیک صدقه. تبسمی تو در روی برادرت صدقه هست. این کارهای عادی هست. لیکن به این چیزها واقعا همیشه آدم‌ها هستن. ما یگانه پرست، ما به الله شریک نمی‌ذاریم. دوش گفتن به مردم، در سخن کردن به مردم، اذیت دادن مردم در آنها بیشتر دیده میشه. پیامبر صلی الله علیه و آله نه تو بشیرون بشارت نده مردم فیتکیرو ثانی تکیه میکنن. خب حضرت معاذ از کجا گفتن نگفتن و قاله معاذ تأثما. بعض آدمان میگه این سخن حضرت معاذ در وقت جان سپاریدن گفت که یگان امر شریعت مخفی نماند. یعنی از ترس خدا که این حدیث را نه معاذ دیگر کسی نمیدانست گفته رفت. و پیامبر علیه السلام گفتن که کدام انسانی که شبانه بیدار شده ماند ثانی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وهو على كل شيء قدیر الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. همه این کلمات توحید است. ترجمهش بسیار زیاد. اگر همین گویند ثانی که رب اغفر لی جایگاه خوابش هم به طهارت رب اغفر لی پروردگار گناه ما را ببخش، یا اینکه اودع یا اینکه دعا کند الله تعالی اجابت میکند دعاشو. مقصد بنده الله تعالی از بالا به بنده نگاه کنه و بنده گاه بیدار شده موقع اولین دفعه که میگه لا اله الا الله غیر الله تعالی دیگر معبودی برای نیست، این چیزهای وقتی که میگه الله تعالی دعاهای همین بنده اجابت میکنه. اگر اللهم اغفر لی پروردگار دعای منو مغفرت میکنه، اگر خسته نماز خدا در خداش الله تعالی قبول میکنه. این هم به سبب کلمه توحید. و پیامبر علیه السلام وقتی که خبر آمد که عمکشان ابو طالب در عرصه در وقت سپاریدن جام است و نزد عمکشان درآمد، چون که ابو طالب خدمت به اسلام کرد، خدمت پیامبر کرد، پشتیبانی از پیامبر کرد و الا پیامبر خدا رو می‌کشته ها زیاد بود. هر شب مصلحت بود برای از بین بردن پیامبر، لیکن حکومت ابو طالب کسی به پیامبر علیه السلام نمیتونه ضرری برسونه. بنابراین جناب رسول الله بسیار حریص بودند که ابو طالب از این دنیا مسلمان وفات کند. ابو طالب در داخل دلش می‌دانست که دین محمد صلی الله علیه و سلم دین حق است. حتی در بعد شعرهایش گفته است که در این دنیا بهترین دین محمد است گفته است، لیکن کلمه را به زبان نگرفته است. بنابراین پیغمبر خدا در آخر لحظه ها در آمدند گفتند که یا عمی قل لا اله الا الله، ای عمکم لا اله الا الله کو. در آن وقت نماز مشکل نگفت کلمتا احج لک بها عند الله، یک کلمه دیدم پیشگاه پروردگارنده حجت آوری میکنم، دلیل آوری میکنم که عمک من باید به جنت برود. کلمتا اشهد لک بها عند الله، یک کلمه که در پیشگاه پروردگار من شهادت میدهم. ابو طالب در نزدش ابو جهل سردار قریش، سردار کفر فرعون زمانه جناب رسول الله و عبدالله ابن امیه حاضر بود. گفت که اترغب عن ملت عبدالمطلب، از آن کاری که پدر و بابات کرده آمد روی میگردانی. بعضی ما میگن که بعضی خرافات های اگر این کار کنیم پدر و مادرمو کرده آمدگی، بابامو کرده آمدگی میکنیم، اگر چیزی که شریعت اترغب عن ملت عبدالمطلب، از دین پدر عبدالمطلب روی میگردانی. تو بود پرست بود بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر علیه السلام گشت تکرار کرد لا اله الا الله بگوی عمکم، کلمه‌ای که نجات میدهد به سبب این کلمه تو را، کلمه‌ای که تو را نجات میدهد. آخرین اونها هم گشت تکرار کردند از دین عبدالمطلب روی میگردانی. ثانی ابو طالب گفت که من در دین عبدالمطلب گفته جان داد. پیامبر علیه السلام بسیار غمگین شدند. حتی همون سال بعضی مورخان سال غمگینی نامیدند، اما کشان از دنیا گذشت. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه پشتیبان نداشتند. و لاستغفرن لك ما لم انه عنك،
میکنم پروردگار گناهی عمل کم بخشون وارد جنت گردانفته دعا میکنم گفتم ثاني الله تعالى آیات نازل کرد ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين برای پیغمبر و برای آنهایی که ایمان آوردن جایز نیست که در حق مشرک الله تعالی مغفرت بپرسد نپرسد من می‌دونید بعضی آدم‌ها گفتن که یا رسول الله عملی که شما و اسلام اینقدر خدمت‌های شایان کردن یگان فایده روزی قیامت میرسد از شما. گفتم بله. او گفتن ابو طالب در پایان‌ترین طبقه‌های دوزخ در قبض علنگه قرار داشت. من او را به سبکترین عذاب دوزخ برآوردم. بدن او جسد او در آتش دوزخ نمی‌سوزد، فقط در زیر قدم او دو لخچه گذاشته می‌شود که از گرمی آن دو لخچه آب‌هایی که در سرش هست می‌جوشد. از همه سبکترین عذاب دوزخ برای عمل که من هست، برای اینکه خدمت اسلام کرد. ولی کلمه لا اله الا الله اگر هم در آخرین لحظه لا اله الا الله میگفت او از اهل جنت میشد. ببینید این کلمه چقدر بزرگ است. اینقدر خدمتی که به اسلام کرد پروردگار به نظر نگرفت. مادام که کلمه لا اله الا الله این دلالت میکند که لا اله الا الله گفتن و معنای آن را در قلب فهمیدن، ثانی طبق همین کلمه عمل کردن مهمترین مهم است. و پروردگار عالم به قدر ایمان و به قدر یگانه پرستی بنده اهمیت می‌دهد. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله تعالی دفاع می‌کند از آنهایی که الله تعالی را یگانه می‌پرستند. و شیطان بر بالای آن آدم‌هایی که الله تعالی را یگانه پرستش می‌کنند سلطنت ندارد، خواجگی ندارد، سخن او تاثیر نمی‌کند. خدا در سوره حج در سوره نحل میگوید که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون. شیطان سلطنت ندارد، صاحبی ندارد، سخن شیطان تاثیر نمی‌کند، وسوسه شیطان تاثیر نمی‌کند برای آنهایی که به یگانگی الله تعالی ایمان دارند، باوری حقیقی دارند. و علی ربهم یتوکلون در جلب منافع و دفع مضار، در جلب کردن فایده ها و دفع کردن ضررها به الله تعالی توکل می‌کنند. باوری دارند که الله تعالی که حمایت کننده مسلمان است. ان الله یدافع، الله تعالی دفاع می‌کند از آنهایی که ایمان آوردند. گفت در سوره حج دفاع می‌کند از آنهایی که ایمان آوردند. و شیطان برای آنها سخن او تأثیری ندارد. و الله تعالی وقتی که قرآن می‌گشاید اولین امر پروردگار به یگانه پرستی در سوره بقره پروردگار عالم میگوید که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم الله تعالی را یگانه شمارید. اعبدوا ربکم مفسران میگویند ای وحدوه، او را یگانه شمارید. و اولین چیزی که خدا در قرآن منع کرد، حرام کرد، اگر از ابتدای قرآن گرفته قرآن را قرائت بکنید این شریک آوردن به الله تعالی است. الله تعالی که فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، به الله تعالی شریکان نمیآورید، شما میدانید که الله تعالی یگانه هست. گفته اولین کاری که ما را منع کرد شریک آوردن به الله تعالی. و بنده مسلمان هر روز عهد پیمان می‌دهد به الله تعالی در هر یک رکعت نمازی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را پرستش میکنیم، عبادت میکنیم، سری تعظیم می‌آوریم، و این رکوع میکنیم، سجده میکنیم، در نزد غیر قوانین کار نمیکنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را پرستش میکنیم و تنها تو را عبادت میکنیم، به تو چیزی را شریک نمی‌آوریم و فقط از تو یاری میپرسیم. هر رکعت بنده مسلمان به الله تعالی عهد و پیمان خود را نهاد. ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاصه قرآن کریم است. بنابراین بعضی مفسرها گفتند که خلاصه کتاب‌های متقدم در قرآن کریم ذکر شده است. اون کتاب‌هایی که خدا پیش نازل کرد، تورات و زبور و انجیل و صحف ابراهیم و صحف آدم و تمام کتاب‌های کتاب قرآن نازل شد، قرآن جنبست است. و قرآن را سوره فاتحه
جنبست کرد سوره فاتحه را ایاک نعبد و ایاک نستعین جنبست کرد. جنبست دنیا است. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را پرستش میکنیم، تنها از تو یاری میپرسیم، چون سخن ما را در بعض حالات غیر تو کسی نمیشود، حالی ما را نمیدونن و به وقت و مدرسه نمیتونن غیر تو دیگر کسی. بنابراین ما فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میپرسیم. و منهج پیغمبرها و وصیت پیغمبرها این بود که برای فرزندانشان الله تعالی را یگانه عبادت کنند. وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله لکم اصطفی لکم الدین. و وصیت کرد به کلمه توحید ابراهیم فرزندانش را و یعقوب فرزندانش را که ای فرزندان از این دنیا مسلمان وفات کنید، یگانه پرست وفات کنید. و نهج پیغمبرها، راه و روش پیغمبرها این بود که در سکرات الموت، در وقت سپاریدن جان، سؤال کردن فرزندانشان این که بعد من کی را عبادت میکنید. الله تعالی در سوره بقره ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، یا مراتب به خاطر بیارید وقتی موت حضرت یعقوب فرا گرفت پدر یوسف علیه السلام، اذ قال لبنیه، چون به فرزندانش و پسرهایش گفت که من تعبدون من بعد من چی را عبادت میکنید؟ بعد من چی را زندگی میکنید؟ از کجا پول میآورید؟ نه، من تعبدون من بعد من کی را عبادت میکنید؟ چون رزق دهنده الله است و عبادت کنید رزق همراهی عبادت است. من تعبدون من بعد من کی را عبادت میکنید؟ قالوا نعبد الهک، فرزندانشون بگیم ما خدای تو را پرستش میکنیم و اله آبائک ابراهیم، اله آبائک ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و اسحاق، خدای تو را، خدای پدرهای ابراهیم را، اسماعیل را، اسحاق را، یعنی باباهایشون، خدای همونها را عبادت میکنیم، خدای یگانه را، و ما با او چیزی را شریک نمی‌بیاریم. مثل عهد دادن حضرت یعقوب با خاطر جمع از این دنیا سفر آخرت کرد و پیامبر علیه السلام نیز به کودکان صحابه ها تعلیم میدادند، تعلقیت به الله تعالی را به آنها تعلیم میدادند، همیشه علاقمندی زیج به الله تعالی داشته باشد. ابن عباس جوان 13-14 ساله بود، یا غلام ای بچه بخند، احفظ الله یحفظک، الله تعالی را محافظت کن، الله تعالی تو را محافظت میکند. یعنی گفته های پروردگار را احتیاطکارانه اجرا کن، تو را نیز الله تعالی حمایه میکند. و اذا سألت فاسأل الله، اگر یاری پرسی از الله تعالی یاری پرس، اگر چیز پرسی که از الله تعالی بپرسی، بدون که اگر تمام مردم دنیا خواهند که به تو ضرر رسانند، اگر الله تعالی نخواهد ضرر رسانند، اگر تمام مردم برای تو فایده میرسانند گویند الله تعالی نخواهد برای تو فایده رسانیده نمیتواند. گفته تعلیم میدهد که این علاقمندی بنده به الله تعالی، یگانه پرستی بنده که غیر خدا دیگه کسی این کار کرده نمیتواند، بنابراین بنده باید الله تعالی را یگانه پرستش کند. و در نماز جنازه میت فایده نمیگیرد از دعای کسی مگر از دعای یگانه پرستی. فقط دعایی که قبول میشه در نماز جنازه شخصیتایی که الله تعالی را یگانه پرستش میکنند و الله تعالی چیزی را شریک نمیکنند. در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم که من رجل مسلم، میگم مرد مسلمانی که یموت وفات میکند فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون بالله شیئا الا شفعهم الله فیه. اگر یک مرد مسلمان وفات کند ثانی جنازه‌اش به 40 نفر شخصی که الله تعالی را یگانه عبادت میکنند و با چیزی را شریک نمیکنند اگر جنازه خوانند، مگر هم الله تعالی مغفرت میکند به سبب دعای 40 نفر خداپرست. ببینید چقدر خداپرستی شریک نامآوردن به خدا فضیلت عظیم دارد. و 70,000 نفر انسان‌هایی هستند که به جنت به حساب کتاب می‌دارند. اما من فهمیدم که 70,000 نفر انسان‌ها به حساب کتاب به جنت می‌رند. بعضی انسان‌ها هستند حساب کتاب کرده میشوند، خدا میگه که روزی فلانی ساعتی فلانی فلان گناه کردم، بنده میگه که آره کردم، من در دنیا پنهان کرده بودم و هیچ کس آشکارا نکرده بودم گناهی تو را، بنده میگه بله پروردگار همین گناه همون گناهایش رو به پیشش میماند
ثانی به سبب بعضی اعمالش الله تعالی وارد جنت میکنه که در دنیا پنهان کردن امروز هم پنهان میکنه به سبب فلان باید وارد میشه. لیکن بعضی آدم‌ها هستند که حساب و کتاب ندارن. حساب و کتاب هم لازمی هست. در پیشرو پروردگار عریان و ختنه کرد و بی‌لباس و پایلوچ بیسته. ثانی خدا بود که روز فلانی فلان کار کردی باید این بسیار عذاب است. همونطور اگر به پیش شما گناه لیکن 70,000 نفر انسان ها بی حساب و بی کتاب راست به جنت می‌دارند. وقتی که پیامبر اسلام پرسیدند که آنها کی هستند؟ که آنها شخصیت‌هایی هستند که لا یتطیرون تطیر نمی‌کنند، یعنی گمانی بد نمی‌کنند. مثلا از پیشم بزرگا وزارت کارم را نمی‌رم. سلیتفاری سرخ اگر یک کم با خود کارم را نمی‌رم. ببین گمانی بد همین کارهای نمی‌کنی شرک است. دیگه را شرک گمانی بد کردن شرک است. اولی آدمی که سحر آموزش زن باشد امروز این کارا را نمی‌رم. گمانی شرک است. همین کارها را نمی‌کنند. از مردم رقیه طلب نمی‌کنند و علی ربهم یتوکلون و پروردگارشان توکل می‌کنند که در مورد توکل دو جور صحبت کردیم. بسیار عملی عظیم است. توکل به خدا می‌کنند همین‌ها هستند به حساب کتاب جنت می‌دارند. این است بعضی آیات‌ها حدیث‌ها که فضیلت یگانه پرستی و فضیلت شریک نآوردن به پروردگار عالم را برای ما و شما یاد رسول خاطر رسانی می‌کنند. از الله تعالی حسن هستیم که حمد و صبر حمد و ثنا و صلوات به حد و کنار به جناب رسول اسلام این که گناه‌های ما و شما را به سبیل رسول عفو و مغفرت نماید. پروردگار هر یکی ما و شما جمله مسلمین را یگانه پرست حقیقی بگرداند و الله تعالی کسی را چیزی را شریک نمانیم و آخرین کلمه ما از این دنیا لا اله الا الله باشد و در سرای آخرت همراه پیامبران و علما و یا الله هم نفس و هم نشست شده و پروردگار برای ما نصیب روزگار صلی الله و سلم